بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی آل بیته الطیبین الطاهرین لا سیما علی بقیة الله فی الارضین. سیر بحث ما که تفاوت‌های وهابیون با غیر وهابیون را می گفتیم رسید به بحث آخر که بحث توحید و شرک است. مسئله تقلید نکردن را گفتیم، البته سوالاتی در این رابطه هست که باز در پایان جلسه پاسخ به سوالات در خدمت شما خواهیم بود. بحث بدعت و معنای بدعت را در لغت و اصطلاح توضیح دادیم. بحث طریقت‌های عرفانی را هم توضیح دادیم. میرسه به بحث توحید و شرک. اما به خاطر اینکه این بحث توحید و شرک بحث اصلی و گسترده است و ما میخوایم انشاءالله چند جلسه بحث توحید و شرک را و مطالبی که وهابیون در این رابطه مطرح میکنن این مطالب رو یک یک مطرح کنیم و پاسخ بدیم. برای اینکه در اونجا راحت‌تر به پاسخ مطالب برسید من یه بحثی را مقدم بر بحث توحید ذکر میکنم و اون چیه؟ روش‌های وهابیون را در استدلال‌ها و در برخوردها میخوام ذکر کنیم. در واقع در ضمن این بحث علت اشتباه وهابیون را بیان میکنیم. این بنابر حمل بر صحت که بگیم غرضی ندارن، اشتباه میکنن. اگر اشتباه میکنن علتش چیست؟ اگر عمدن از مغالطه و سفسطه استفاده میکنن مغالطه و سفسطه اونها کجاست؟ چگونه مردم را در این جهت فریب میدهند؟ ویژگی هایی که در رفتار و برداشت ها دارن اینا رو هم آنچه که تو استدلال ها هست و هم آنچه که در غیر استدلال ها تو روش برخورداشون هست اینا رو عرض میکنیم. یک، ظاهرگرایی افراطی. ظاهرگرایی افراطی در برداشت از قرآن و روایات. این ویژگی اول روش وهابیون است. یعنی چه؟ ببینید ما در گفتگوها میان خودمون ما انسانها از الفاظی استفاده میکنیم که گاهی از اوقات مقصودمون از این کلمه‌ای که به کار میبریم همون معنای حقیقی و واقعی اوست، معنای اصلی، و گاهی از اوقات معنای مجازی و کنایی است. کنایه تو تمام زبان ها هست. به عنوان مثال شیر، ما این واژه شیر را که اون حیوان درنده و شجاع معروف است گاهی اوقات میگیم شیر، مقصودمون همون معنای حقیقی اون حیوان درنده هست و گاهی هم مقصود ما از کلمه شیر مجازاً یک انسان شجاع است. در مورد حضرت علی علیه السلام خب گفته می شود اسدالله. در مورد حضرت حمزه اسدالله گفته شده، شیر خدا به معنای فرد شجاع. خب معنای واقعی همون حیوان درنده است و معنای مجازی به معنای فرد شجاع به کار میره. از این قبیل مطالب ما زیاد داریم، تو تمام زبانها هست، معنای حقیقی، معنای مجازی.
آیا ما در قرآن و در روایات استفاده از معانی مجازی و کنایی نداریم؟ یقینا قابل انکار نیست که در اینجا هم داریم. وهابیون اینجا تأکید دارن بر این که نه، همه الفاظ را باید به همون معنای حقیقی و معنای ظاهریش تفسیر کنیم. غیر از معنای ظاهری معنای دیگری قابل قبول نیست. خب اگر به عنوان مثال اگر در قرآن کریم خواندیم ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دست دیگران است، باید بگیم خدا دارای دست است. قبلا یه اشاره کردیم. بعضی ها اومدن گفتن اینجا دست مقصود این دست نیست، اینجا مقصود قدرت خداست. وهابیون میگن نه، این تعویل است. تعویل را در مقابل ظاهر، تعویل گرایی و ظاهر گرایی معنا کردن. البته همیشه تعویل به معنای خلاف ظاهر نیست، گاهی تعویل به معنای تفسیر واقعیت خارجی، گاهی تعویل به معنای واقعیت خارجی به کار میره. اما حالا اونچه که اصطلاح فعلی هست ظاهرگرایی در مقابل تعویل گرایی. وهابیون ظاهرگرایی افراطی دارند، لذا میگن باید بگیم خدا دارای دست است، خدا راه میرود، خدا با چشم دیده میشود، خدا دارای تخت است، خدا دارای صندلی است. چون وسع کرسیه السماوات و الارض، کرسی یعنی صندلی، خدا صندلی دارد، صندلیش هم بزرگ به اندازه تمام آسمان ها و زمین. خب وهابیون یک چنین ظاهرگرایی افراطی دارند. در مقابل گروه هایی هستند که دقیقاً جبهه مقابل اینها تعویلگرایی افراطی دارند. خیلی اوقات آیه را خلاف ظاهرش معنا میکنن. گروه های معروفن گروه های باطنیه، مثلا اسماعیلیه معروفن که اینا یک سری تعویلاتی میکنن خلاف ظاهر. یا برخی از فرق صوفیه تعویلهای افراطی دارن. خیلی آیه ها رو میگن این آیه معنای ظاهری که شما میفهمید مقصود این نیست، چیز دیگری است. چیه؟ یه معنایی برای آیه ذکر میکنن که کاملا خلاف ظاهر است. میگن نه، مردم نمیفهمن، معنا همین است که ما میگیم. اینها هم از اون طرف، اون مثالی که در جلسه قبل زدیم، بعضی ها از این طرف بام میافتن، بعضی ها از اون طرف. لا تر الجاهل الا مفرطا او مفرطا. برخی از فرقه های باطل دوچار ظاهرگرایی افراطی شدند، بعضی هم دوچار تعویلگرایی افراطی شدند که حالا انشاءالله مثال هر دوتا را میزنیم. قبل از این که مثال ذکر کنیم، واقعیت چیست؟ آنچه که به نظر ما میرسه حق و درسته چیه؟ حق و درست این است که اولا در محاورات عرفی مردم همیشه ظواهر الفاظ را میگیرند. ظواهر حجت است، در علم اصول میخونیم. مشابه این مطلب در بعضی از مباحث مربوط به هرمنوتیک هم مطرح می شود. یعنی مردم که با هم حرف میزنن، چگونه کسی مطلب دیگری را برداشت میکنه که مقصود گوینده و یا نویسنده چیست. یک کسی یک کتابی نوشته، حالا در اسلام، مسیحیت، تو هر دینی قانون اینجا هست. خیلی اوقات در تفسیر قانون اختلاف میشه. یکی میگه مقصود از این جمله اینه، یکی هم میگه ضدش. از کجا ما بفهمیم که حرف این درسته یا حرف اون؟ این میگه شما مقصود گوینده را نمیدانی، اونم میگه شما نمیدانی. ضابطه قانونی هست یا قانونی نیست؟
میگیم هر کلمه ای یک معنای حقیقی و واقعی دارد، یکی یا چند. ابتدا افراد که حرف میزنن قاعده اولیه اینه که همون معنای اصلی و حقیقی را اراده کرده باشند. اگر غیر از معنای حقیقی را اراده کرده باشند، باید گوینده، نویسنده به گونه‌ای به خواننده و شنواننده بفهماند که مقصود من این معنای ظاهری نیست، چون مردم علم غیب ندارن، از باطن طرف، نیت طرف خبر ندارن. لذا ما میگیم هر کس سخنی گفت جمله‌اش، مطلبش بر اون معنای حقیقی حمل میشه، اون معنای واقعی را در نظر میگیریم، مگر اینکه قرینه ای وجود داشته باشه در جملات گوینده، همون زمان قبلش بعدش حرفی گفته باشه که مشخص بشه مقصودش این معنا نیست، چیز دیگری است. میگیم قرینه وجود داشته باشه، یا جوری باشه که از نظر عقلی مشخصه که این معنا مقصود گوینده نیست، اون میگیم قرینه عقلی. اگر دلیل خاصی، قرینه خاصی، عقلی، لفظی چیزی نبود برخلاف اون معنای ظاهری، باید همون معنای ظاهری را بگیریم. لذا در علم اصول فقه میگیم ظواهر الفاظ حجت است. همونی که هر شنونده ای شنید فوراً اون معنا به ذهنش میرسد، میگیم تبادر. خب آیات قرآن هم همینجوره، روایات هم همینجور. کتاب هر نویسنده ای را ابتدا به همون معنای ظاهری که هر شنونده ای میشنود میفهمد، همون معنا رو در نظر میگیریم، به شرط این که قرینه ای برخلافش وجود نداشته باشه. در حقیقت این میشه نظریه بینابین، ظواهر الفاظ حجت است مگر در صورتی که دلیل و قرینه ای برخلافش وجود داشته باشه. اگر ما بگیم کلن ظواهر حجت نیست، خب در این صورت دیگه هر کس هر جمله ای را هر جور دلش میخواد معنا میکنه، میگه این گوینده که اینو گفته مقصودش این حرفیه که من میگم. به چه دلیلی؟ چی؟ همینجوری، من اینجوری میفهمم. دیگه هیچ کتابی رو نمیشه فهمید اینجوری. هر یک کتاب را 100 جور تفسیر میکنن، هر کسی میگه به نظر من مقصود اینه. این حرفای به نظر من که خلاف اون معنای اصلی هست بدون دلیل قابل قبول نیست. اگر این تعویل ها، معناهای خلاف ظاهر بدون مدرک و دلیل قابل قبول باشه، هر چیزی را هر کسی میتونه طبق میل خودش تفسیر کنه و نتیجه این میشه که به قول برخی ایرانی‌ها سنگ روی سنگ بند نمیاد، لم یستقر حجر علی حجر. هیچی از هیچ کتابی نمیشه فهمید، هیچ قانون را نمیشه فهمید مقصود این قانون چیه. هر کسی طبق میل خودش تفسیر میکنه، میگه این معنای ظاهری نیست. عقلای عالم همه تو گفتگوها، مسلمان، مسیحی، کمونیست، در این جهت فرقی نمیکنه، از ظواهر الفاظ افراد رو در نظر میگیرن، به همون معنا حمل میکنن مگر قرینه ای برخلافش وجود داشته باشه. اما اگر واقعا قرینه وجود داشت، دلیلی هست از قبل و بعد کلامت، جمله های دیگر، قرینه عقلیه که این معنای ظاهری مراد نیست، خب اونجا میپذیرن چون دلیل وجود داره، چون مجاز و کنایه تو محاورات عرفی مردم هست توی همه زبان ها. پس نه ظاهرگرایی همه جا افراطی، نه تعویلگرایی بیجا. ظاهرگرایی بیجا را وهابیون گرفتارش شدند، تعویلگرایی بیجا را برخی از عرفا و صوفیه و برخی از باطنیه و اسماعیلیه گرفتارش شدند. هم این باطل است هم آن. اون طرف تعویلای بیخود بدون مدرک، یاد میگه مقصود از نماز، صلات، این رکوع و سجود مثلا نیست، مقصود فلان چیزیست که ما میگیم. به چه مدرکی میگید مقصود از نماز اینه؟
ما میگیم این است. خب با چه مدرکی؟ قابل قبول نیست. نماز یک ظاهری دارد، یک معنای باطنی. ظاهرش اینه، باطنش اونیه که ما میگیم. باطن شما از کجا فهمیدید؟ اگر قرآن گفته، اگر روایت معصوم فرموده، هرچه گفته است علی الرأس و العین. اما اگر شما بدون مدرک میگی، حرف شما اعتبار نداره. خب یک سری حرفا بعضی از باطنیه اینجور حرفا میزنن. روزه ظاهرش این است، باطنش چیز دیگری. حج ظاهرش این است، باطنش اون چیزی است که ما میگیم. این باطنایی که شما میگید اگر دلیلی نداشته باشه هرگز قابل قبول نیست. بعضی از صوفیه آمدن خیلی آیات قرآن را خلاف ظاهرش معنا کردن به عنوان تفسیر عرفانی. اسمشو گذاشتن عرفان. چجوریه؟ این آقا لابد براش کشف شده. این کشف و شهودا به درد ما نمیخوره. موقعی که خلاف ظاهر است باید دلیل داشته باشه. حتی به حدی افراط کردن بعضی از اینا، نمونهشو براتون میگم. تعویلگرایی افراطی نوشته است که در داستان حضرت موسی علیه السلام و هارون، حضرت موسی رفت کوه طور، برادرش هارون را به جای خودش گذاشت و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی، تو جانشین من باش، خلیفه من باش و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. حضرت موسی رفت کوه طور، 30 روز قرار بود بمونه. خداوند 30 روز را 10 روز اضافه کرد، شد 40 روز. و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها ب10. بعد از 40 روز که حضرت موسی علیه السلام برگشت، میان مردم دید مردم دور گوساله‌ای جمع شده اند و دارن گوساله را میپرستن. عصبانی شد. اینا عده‌ای همون پیروان من بودن، حالا گوساله پرست شدن. ناراحت شد، خیال کرد شاید برادرش هارون کوتاهی کرده در هشدار دادن، جلوگیری از گوساله پرستی. عصبانی شد، سر و ریش برادرش را گرفت. این چه وضعی، چرا مردم گوساله پرست شده اند؟ برادرش هارون گفت لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، سر و ریشم رو ول کن. تو خیال کردی من کوتاهی کردم؟ نه، اینجور نیست. ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی. این مردم گوش به حرف من نبودن، در نبود تو مرا تضعیف کردن، حتی نقشه کشتن منو کشیدن. من حرف زدم، اما اگر بیشتر پافشاری میکردم 2 دستگی درست میشد. تو سفارش کرده بودی که بین بنی اسرائیل تفرقه ایجاد نکنی. گفت خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، ترسیدم که بیش از این پافشاری کنم 2 دستگی بشه، بعد بگی تفرقه ایجاد کردی بین بنی اسرائیل. ولم ترقب قولی، قول مرا رعایت نکردی، سفارش من. معلوم میشه حضرت موسی سفارش کرده بود که طوری عمل کن بین مردم بنی اسرائیل تفرقه ایجاد نشه. خب حضرت موسی از چی ناراحته؟ چرا مردم رفتن گوساله پرست شدن. حالا یه نفر آمده است به عنوان تفسیر عرفانی، گفته است که بله، خداوند در چیزهای مختلف تجلی می کند و موقعی که خدا در چیزی تجلی کرد می شود او را پرستید و خداوند خواسته است در شکلهای مختلف پرستش بشه، از جمله در شکل گوساله. حضرت موسی که عصبانی شد، نه اینکه چرا مردم گوساله پرست شده اند، شنیدم تو میخواستی جلو گوساله پرستی را بگیری ای هارون. عصبانی شده که تو چرا جلو گوساله پرستی را میخواستی بگیری، میخواست بذاری مردم گوساله پرست بشن. خب ببینید، میاد دقیقاً اون بت پرستی و گوساله پرستی را دفاع میکنه. میگه مقصود حضرت موسی این بوده است که تو چرا نگذاشتی مردم گوساله را بپرستن. این به عنوان عرفان، به عنوان نمیدونم معنای باطنی. اینجور تعویلاتی اگر بشه هیچی از دین و قرآن نمیماند. آتش جهنم خدا را میگه آتش، این نار آتش محبت خداست. آتش یعنی محبت خدا که خیلی خوبه.
پس اونم اینجوری دو. عذاب مایه شکنجه، میگه این عذاب از بس، از یعنی گوارا، چیز خیلی خوب. پس عذاب جهنم خیلی خوب است. اگر قرار بشه آیات قرآن و روایات را اینجوری تفسیر کنن، تفسیر به رأی، هیچی از دین نمیماند. و اینا مصداق همون من فسر القرآن به رأیه فلیتبوأ مقعده من النار. کسی که قرآن را با رأی خودش تفسیر کنه، طبق میل خودش بخواد مطابق او نظر شخصی خودش آیه را معنا بکند، این جاش جهنم است. این یک نوع تفسیر به رأی است بر اساس تعویل گرایی افراطی، تعویلات بی مدرک. یک نوع تفسیر به رأی هم ظاهر گرایی افراطی است. اونم چون نظرش رأی خودش اینه که همه چیز را به ظاهر معنا کند حتی اگر قرینه برخلاف باشه، اینم تفسیر به رأی است. اون یکی باز میاد میگه ید الله یعنی دست، باید بگیم خدا دست داره. خب دست یعنی چی؟ دست در دو معنا به کار می رود. یکی این معنای ظاهری، دست جسمی که انسان و حیوان دارد. غیر از او معنای کنایی است دیگه. دست به معنای قدرت، چون کاری که انسان انجام میده با دست انجام میده. گاهی به معنای قدرت، گاهی هم به معنای نعمت به کار میره، چون آدم چیزی که به دیگری میده با دستش میده. خب خداوند هم با بندگانش که صحبت کرده، هر پیغمبری به زبان قومش حرف میزند و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه. هیچ پیغمبری نفرستادیم مگر به زبان قومش، یعنی قومی که ابتدا در میان اونها هست، نه اینکه همه. مثلا پیغمبر اسلام در میان عرب ها برگزیده شده به زبان عرب، نه اینکه پیغمبر عرب هاست. از میان اینا از هم اول نمیشه که یک کسی با زبان دیگری بیاد توی گروهی، بعد از اینجا پخش میشه به تمام عالم. لتنذر ام القری و من حولها. خب هر پیغمبری به زبان قوم است. پیغمبر باید با زبانی که مردم حرف میزنن حرف بزنن. اگر یه چیزی بگه که جمله ای را بگه یا کتاب آسمانی حرفی را بگه که اصلا این کلمه در این لغت نه حقیقتا نه مجازا به این معنا به کار نمی رود، این دیگه به زبان قوم نیست. یک کسی بیاد فرض کنید تو زبان فارسی بگوید پیاز، فرض کنید مقصودش از پیاز چی باشه؟ سیب زمینی باشد مثلا. خب هیچ کس نه حقیقتا نه مجازا کسی این کلمه رو در معنا به کار نمی برد. یک کسی بیاید بگه دیوار، فرض کنید، بعد بگه مقصود من از دیوار فرش است، نه حقیقتا به این معنا به کار میده نه مجازا. پیغمبران به زبان قوم حرف میزنن. زبان قوم گاهی معنای حقیقی است، گاهی معنای مجازی. نه اینو نه اون دیگه معنا ندارد. خب لذا اگر یک کلمه ای دو معنا دارد، یک معنای حقیقی یک معنای مجازی، اگر معلوم شد این معنای حقیقی مراد نیست، پس معنای مجازی مراده. اگر بگیم نه این هست نه اون، پس این دیگه به زبان مردم حرف نزده، یک چیزیه که اصلا مردم نمیدانن، این حرف زدن نشد. اگر آمدیم کلمه ید را میخوایم معنا کنیم، یا مردم ید را به معنای این دست ظاهری و جسمی به کار میبرن، یک. اگر این نیست، یا نشانه قدرت است به معنای کنایتا در قدرت به کار میبرن یا در لطف و نعمت. اما اگر بگی نه این است نه اون، پس چیه ما نمیدانیم. این دیگه قرآن پس یدالله گفته چی میخواسته بگه؟ ما هیچی نمیفهمیم. اینا میگن باید بگی ید چیه؟ میگن ها ید همون معنای ظاهری. معنای ظاهری اگر بگی خب این دست جسمیه، باید بگی خدا دارای دست است. اونی که شما میگی تعویل است، میگیم دست. خب دست اگر این معنی ظاهری که شما میگی میشه دست جسمی. میگه نه، باید بگی خدا دارای دست است و این ید را به قدرت معنای مجازی تفسیر نکنی، همین معنای ظاهری. بعد میگیم خدا مگر دارای دسته؟ میگه دست داره، حالا ما شکلشو نمیدونیم. پس در حقیقت غیر مستقیم، یعنی این دست جسمی معنای ظاهری دست جسمیه. پس ما باید بگیم دست جسمی خدا دارد، اما ما شکل دست خدا را نمیدونیم دستش چه شکلیه.
روح حرف این میشه. موقعی که میگه وسع کرسیه السماوات والارض الرحمن علی العرش استوى، خب این کلمه کرسی و عرش یا باید معنای ظاهری باشد یا معنای مجازی. معنای ظاهری عرش تخت است و سقف است و این چیزاست که فردی روی او قرار میگیره. معنای مجازیش هم قدرت است، گفتیم به تخت قدرت نشست. اگر معنای ظاهری نشد اون معناست. این آقایون میگن تعویل هیچ، تعویل که هیچ، پس ما باید بگیم معنای ظاهری. معنای ظاهری یعنی خدا تخت داره، میگه باید بگیم خدا تخت داره. میگیم بابا این تخت یعنی خدا میزی صندلی داره، مثلا میره رو تختش مینشیند. میگه دیگه ما اونا رو نمیدونیم، باید بگیم خدا دارای تخت است. اگر این تخت ظاهری شما میگی پس باید خدا جسمی باشد که میره روی این. حالا شاید هم عده‌ایشون جسمانیت رو هم رد نمیکنن، نمیگن خدا جسم نیست، میگن ما نمیگیم جسم است جسم نیست، نه میگیم جسم نیست. بعضیاشون اینجور میگن نه میگیم جسم نیست، یعنی شاید هم جسم باشد، اما مثلا اگر جسمه مثل جسمای دیگر نیست، مثلا یک چنین چیزی جسم الله کالاجسام مثلا، روح حرفشون ممکنه به این برگرد. خب پس ما نه این ظاهرگرایی را قبول داریم، ظاهرگرایی افراطی، و نه اون تعویل افراطی. اگر این ظاهرگرایی باشه نتیجهش چی میشه؟ نمونه مثال میزنیم. اگر بخوایم حرف وهابی همه جا بگیم ظاهر، قرآن میگه که و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرة اعما و اضل السبیلا. اینو شما معنای ظاهری بخوای بکنین معناش چی میشه؟ کور. هر کس در این دنیا کور است، در اون دنیا کورتر و گمراهتر است. یعنی اگر کسی تو این دنیا از نعمت چشم نابیناست، اینه کور ظاهری معنا کنی. همه کورا توی قیامت کورتر از این خواهند بود و گمراه هم، چون توی دنیا چشم نداره، خدای نعمت نداده، تو آخرت بدتر از این میشه و گمراهتر هم خواهد بود. آیا واقعا اینو میشه گفت؟ میگن یک کسی گویا مرحوم آیت الله حکیم بزرگ یک زمانی رفته بودند زیارت خانه خدا مکه مدینه. خب معمولا رسم تو کشورها شخصیت‌های بزرگ دولتی یا علمی که میرن یک جلسه ضیافتی پذیرایی از اونها تشکیل میدن. ایشون هم خب یک مجتهد بزرگ شیعه از عراق رفته اونجا، یک جلسه ضیافتی دعوت کرده بودن. اون زمان هم مفتی بزرگ عربستان بن باز بود، زنده بود. گفتن که جلسه از طرف دولت یا امیر مکه مدینه جلسه گذاشتن، ایشون دعوت کردن به عنوان بزرگترین عالم عراق. بن باز هم به عنوان عالم بزرگ عربستان، رئیس هیئت افتاء عربستان، او رو هم دعوت کرده بودن. بن باز هم نابینا بود. بعد که تو جلسه ضیافت حضور پیدا کرده بودن، بن باز بعد از مقدمات شروع کرده بود یه سوالی، و اون گفته بود 2 تا سوال دارم. یک سوالش این که شماها چرا برخی آیات قرآن را خلاف ظاهرش معنا میکنید؟ همین بحث رو مطرح کرده بود. قرآن باید همه طبق ظاهر معنا بشه، ما خلاف ظاهر نداریم. میگن ایشون ابتدا فرموده بود ما برای این بحث ها نیامدیم، نشستیم بالاخره با هم احوال پرسی کنیم و نمیخوام وارد بحث های اختلافی بشیم. او اصرار کرده بود و شاید خیال کرده بود ایشون جواب قانع کننده‌ای نداره، میخواد به این وسیله تفره برود، جواب نده چون جواب نداره. او باز اصرار کرده بود و مقدار ایشون گفته بود وارد این بحث نمیخوایم بشیم، و اونم اصرار. شاید هم ایشون تعمد داشته که خوب اصرار کنه که بعد بهتر بشه وارد بحث شد. بعد که این میگه نه، هر آیه‌ای باید طبق ظاهرش. ایشون میفرمایند طبق این حساب باید بگوییم طبق مبنای شما جناب عالی روز قیامت کور محشور میشوید. میگه چرا این آیه را میخواند؟ میگه طبق مبنای شما آیه رو باید به ظاهر معنا کرد. خداوند در قرآن فرموده هر کس در این دنیا کور باشد در اون دنیا کورتر و گمراهتر خواهد بود. طبق مبنای شما شما که توی دنیا الان کوری دیگه، اعما هستی.
و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرة اعما و اضل سبیلا. اینو میگه دهانش بسته میشه، هیچ چی نمیتونه بگه. گمراهتر، کورتر و گمراهتر و اضل سبیلا خواهی بود. خب اگر کسی ظاهرگرایی این چنین باشه، برای خدا دست که درست میکنه که ید الله، چشمم که برای خدا درست میکنه، و جاء ربک و خدا آمد، خدا راه میره، پس باید پا هم داشته باشه. تو حدیثی هم تو صحیح بخاری آوردن که روز قیامت، این حدیث هم اضافهش میکنیم تا ببینید خدا داره دست و چشم و اینجور چیزا میشه. روایتی هست در صحیح بخاری که در کتاب و تفسیر صحیح بخاری، در تفسیر این آیه شریفه که یوم نقول لجهنم هل امتلأت و تقول هل من مزید، روز قیامت به جهنم یه زمان میگیم پر شدی و او میگوید هل من مزید، آیا زیادتر بیشتر هم هست؟ یعنی گویا جهنم مثل یک فردی که دارای حس و شعور است درک میکنه، خطاب خداوند را میفرمد و جواب ده. خب خداوند قدرت داره که به چیزی مثل جهنم هم قدرت و فهم و شعور بدهد، همونطور که تو این دنیا به زبان انسان قدرت تکلم داده، آخرت به دست و پا هم قدرت تکلم میدهد، لذا دست و پا حرف میزنن. این برای خدا مانعی ندارد، اشکالی هم ندارد. اما در ذیل این آیه که میفرماید به جهنم میگوییم پر شدی و او میگوید هل من مزید، این هل من مزید جهنم تا کی ادامه پیدا میکند؟ یه حدیثی است در صحیح بخاری و اون این که هل من مزید جهنم ادامه دارد حتی یضع الرب قدمه علیها، اینقدر میگه بیا تا پای خدا را هم به جهنم باز میکند، تا اینکه خداوند قدمش را روی جهنم یا داخل جهنم میگذارد. موقعی که پای خدا به جهنم کشیده شد فتقول قط قط، اون موقع جهنم میگه بس است بس است دیگه، خدا که آمد دیگه کس دیگه نیاد، لازم نیست دیگه، بسه، پای خدا را هم به اینجا کشوندی. حالا اگر این حدیث درست باشه، طبعا علمای اهل سنت قاعدتا اینو باید تعویل کنن، بگن مقصود این نیست. اما وهابیا یقینا این آیه حدیث رو هم طبق ظاهرش معنا میکنن. پس خدا قدم هم دارد، پا هم دارد. خب دست داره، پا هم دارد، چشم هم دارد. خب حالا این اعضاء و جوارح خدا تا که صورت هم دارد، وجه الله، وجه هم یعنی صورت معنی ظاهریش. خب روز قیامت که میشه آخر چی میشه؟ خداوند میفرماید کل شیء فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. آقایون وهابین چطور معنا میکنن؟ معنای ظاهری بگیرن. همه چیز از بین میرود، همه چیز فانی میشود، فقط صورت پروردگارت میماند. یعنی پس خدا هم همه اعضا و جوارحش از دست میده، دست خدا از بین میرود، ید الله از بین میره، پای خدا هم از بین میره، همه اعضا خدا، فقط از خدا هم صورتش میماند، وجه الله بنه صورت، فقط صورت خدا میمونه، بقیه چیزا خدا هم از بین میره. اگر ما بخوایم اینجوری هر لفظی را به ظاهرش معنا کنیم، اینجاست که ما میگیم نه، ظاهرگرایی افراطی مثل وهابیون درست است که اگر دلیل هم وجود داره که یقینا اینجا مقصود این معنای ظاهری نیست، باز بگیم همین. و نه اون تعویل گرایی افراطی که برخی صوفیه و باطنیه دارن، او هم غلط است. و روش میانه این شد که الفاظ بر معانی ظاهریش حمل می شود مگر قرینه ای از عقل، قرینه عقلی قطعی، و یا از الفاظ گوینده وجود داشته باشه که معلوم بشه مقصودش این معنای ظاهری نیست. اون موقع بر طبق اون قرینه ای که وجود داره این جمله را، آیه یا روایت را معنا میکنه. هیچ یک از مشکلاتی که عرض کردیم در این صورت پیش نمیاد. این یکی از روش‌های وهابیون در برداشت از آیات و روایات بود.
اما روش های دیگری که دارن در تفسیر آیات و روایات و در برخوردهاشون انشاءالله جلسه بعد عرض میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.